درباره پیدایش جشن نوروز اندیشه ها زیاد هستند، از جمله مورخان، ادیبان بر اساس سرچشمه های تاریخی، مخصوصا آن اساطیری که در شاهنامه فردوسی آمده است و اینچنین آن نگاره هایی که یا تصویرهایی که در تخت جمشید نصب شدند، بر اساس آنها بسیار خلاصه ها برآوردند و برخی آن را به زمان حکمرانی شاه جمشید، شاه پیشدادی نسبت میدهند، برخی دیگر این را به کوروش کبیر، برخی دیگر به کیومرث و غیره. باید گوییم که نسبت به جمشید و کیومرث تعلق داشتن جشن نوروز اساطیر است، یعنی افسانه است، اینها افسانه های بیش نیستند. و اما ما میتونیم منطقاً گوییم که جشن نوروز هنوز 10,000 سال پیش، شاید از این هم زیادتر به وجود آمده است. یعنی زمینه های آن، ریشه های این جشن به دوران خیلی قدیم رفته میرسد، از همان وقتی که انسانیت فصل زمستان را یک فصل بسیار ایامی مشکلات و دشواری میپنداشت و وقتی که زمستان قهرتان فرا میرسید، روزهای گرم می آمدند، میدیدند که طبیعت زنده می شود، رستنی ها می رویند، گل ها می شکفند، درختان برگ می کنند. این منظره ها به شعور مردم ابتدایی به اثر نبودند و مردم محض همین دوره را زمانی بسیار هم چی میگن یک دوره خرمی و خرسندی خود میپنداشتند و آن را جشن میگرفتند. ریشه های منطقی نوروز به همون دوره ها رفته میرسد که مردم قدیم از دیدن اولین نشانه های بهار شادمانی میکردند.